بیشتر کن. برو. مادر جان، باز برادرم رو خوب دیدی؟ همش به آسانی فراموش نمی شود دخترم. گریه نکنین مادر جان، گریه نکنین. در این صبح صادق بخیر باشد انشالله. من میبینم. مادرت کجاست؟ زلال! زلال! مادر جان! زلال! مادر جان! حقدارها آمدن! دینا بگو وقت شما تمام شد. پول تیار است. نیست حامد، تیار نیست. اما اگر وقت دهید تا بگاه یافته میدیم. تا بگاه صبر کنید. بگو؟ کدام بگو؟ گوش کن زلال، 2 ساعت وقت میدهم. پول را نآوردی دختر را میبریم. خوب فکر کن، از روی آیین حق به جانب من است. ظالمی نکن حمید، کمی انتظار شو. من رسم آیین را میدانم. مگر یکم بار قرضم را دیر دادم، همیشه در وقتش میدادم. حالا باشد مشکلی دارم، دستم تنگ است. با تو 2 ساعت وقت خانم، برای ما هیچ فرقی ندارد. یا پول را میاری یا دختر را میبریم.
خداوندا به ما مدد رسان. اکنون چی کار میکنی؟ یگان چاره‌اش را میابیم دخترم. گریه نکن برفی، خود بزرگ است. البته یگان مدد میرساند. راو عزیز جو. Yolbars! Isto! راو Baksun Yolbars! Yolbars! راو عزیز جو. راو Yolbars! Baksun! راو Isto! راو عزیز جو. Yolbars! Yolbars! حالت خوب است؟ خوبم. بیا دستت را با من ده. بیا قلب که میگذید. سگی تو بود. یگان جدلت نخور. نه. از کجا آمدی؟ و کجا می روی؟ از استانبول میایم. ولی هیو به کلان میروم. آن ده در کجاست؟ انا آن کوه را می بینی؟ بله. انا در پسی همان کوه. بیا کمی استراحت کن. بیا بزن. گیر دستورت را شوی. گیر. تشکر، سلامت باشه. یک لحظه ایست. تا خشک شدن لباس هایت، انا اینها را پوش. یا با خودت گیر آخیر. تشکری زیاد. سلامت باش. مرحمت، مولهای خوب آوردین. بیایید مرحمت، مولهای ارزان. چند بار به شما گویم رو شوید. جمیله و خیره این شب سراسیمه به کجا شکست داری؟ ببخشید شما رو ندیدم. شخص دیدگی فکر میکند که فوتیه شده همین خیلی بدو؟ به خدا چیزی هست اما نفهمیده. نه هیچی میشد. خوروی هر وقته رفتنم بازی. ببخشید کار داشته. خیر منظورم باز چیکار میشد؟ گویا بناتی دکتر افترش رو نفهمیدیم. جمیله، مادر جان چند روز است که تو را ندیدم. جمیله آمده نتوانستم. از من نرنجید. به کجا می روی؟ وای فروشنده آمده بود. او را دیدم. برفین چه حال دارد؟ حالش بد است دخترم. های قزبان چی شد؟ به کجا می روی؟ به نزد دکتر پدر. اوه می بینم که زود به نزد دکتر می روی. بخیر است؟ شکمم درد میکند پدر، چی کار کنم؟ خوب رو اما زود گشته بیا. خوب شده است پدر. آی دختر می بینم که صحت شدی. شدنی ها برای شما. بابا جان انا همون خوله باز آمدن. شما رو در درون انتظار هستم. حاضر ببینم. بخیر است؟ زلال؟ نپرسید بابا ابراهیم، حقدارها آمدن. یا پول یا دختر میگویم. با من یگان راه نشان دهید. من یک زنی تنهایم. در 2 ساعت اینقدر پول را از کجا مییابم؟ کی به من پول میدهد؟ ناامید نشو دخترم زلال. یگان علاجش را میابیم. خدا بزرگ است. البته مدد میفرستد. بیا جمیله.
دکتر همینجاست. دیلو چی شد؟ باز سر درد میکند؟ جمیله پریشان مینمایی. یکم واقعه روی دو. آقای دکتر بیمار اومد. درآید. چی شد؟ چرا به اینجا اومدی؟ وای من آیا با تو نگفته بودم که یک مدت به اینجا نبیا؟ همه میفهمن. تو از من چی میخواهی جمیله؟ من تنها چند روز است که از تو خبری نیست. شکمم روز کلان شده ایستاده است. خانواده همون نفهمن. گفته در حراسم. یگان کرکون. این یک دعوای ناموس است. پدرم هم تو رو و همه رو جمیله من با تو قول میدیم که تو رو نجات خواهم داد. اما حاضر رو یک مدت به اینجا نبیا. چه خیل نجات میدهی؟ کای نجات میدهی اوزن؟ جمیله اوف. من تنها با یک راه نجات مییابم. بیا پدرم را خودکاری کن. خانه دار شویم. خانه دار؟ مگر من این رو نمیخواهم. اول باید از این کودک خلاص شویم. انا بعد خانه دار میشویم. یگانه راهی خلاصی همین است. چی خیل خلاص میشویم؟ یک دوستی همکسبم است. با او زنگ زدم. امروز یا فردا می آید. کودک رو می افتاند. آخرین گناه است. حالا وقتی گناه ثواب نیست جمیله. من میترسم. نترس. وی بسیار دختری خوب است. مرحمت گیر، شرم ندار. تشکر زیاد. ببخش تو رو زحمت دادم. چی زحمت؟ کوکلان کردم که زحمت شد. گیر خور گیر. کنی گیر. این خیل نه. یک دمیست. انا بین. انا این خیل. گیر. انا اکرم خور. با مزد. تشکر دوستم. بگو که در دهه آبی کلان چی بکوبی؟ یک دوستی دکتر دارم. به نزد او میروم. اپا اگر پس با من یک تو میدید؟ نه نده دخترم. بگو خوراک نمیخوره. اوه بابا ابراهیم آمدن. خوش آمدید بابا. مادر بابا ابراهیم آمدن. شیرین نکاری بابا ابراهیم آمدن. خسته نباشید خانم ها. خوش آمدید. صفا آوردید بابا ابراهیم. مرحمت. کنی گذارید. خوش آمدید. زود یک چای بیارید. خوش آمدید. کنی. حامد برادر، از تو یک خواهش دارم. مرحمت. چرا نه بابا ابراهیم؟ خواهش شما را با دیدن برداریم. استغفرالله. خواهش من همین که مهلت به زلال دادت را دراز کن. التماس. در همین مسئله هم گفته شما را کردیم.
دوای خون را به خونبها گرداندیم، به چشم گفتیم، اما زیلال خونبها را نمیدهد. از روی رسم آیین اگر پول نباشد حق دختر را گرفتن داریم. اینها داروهای خانم جمیله است. شفای کامل. جمیله تو هیچ صحت نشدی. کمی شمال خوردم. در همین گرمی؟ عجایب. تو هم از آمدن و رفتن دکتر شدی خیزبان. سلامت باش دیلا. خدا شفا دهد. به تو هم روزی خوش. این دختر یگان خیلی بیمار نیست. تنها برای دیدن دکتر اومده است. گمانی بد نبر خیزبان. تو چرا میدونی؟ کجا شدی طاهیر؟ کجا؟ سلام آقای دکتر. باز شکمتان در میکند خانم خیزبان؟ بله بسیار سخت درد میکند. این خیلی باشد ما آینه میکنیم. 2 ساعت گذشت. حاضر می آیم. برای بردن من آمدن. ایسا دخترم، آنها نمیده رویم. تو اینجا انتظار شو. کیست؟ منم مادر جان. بیا دخترم، بیا. خیلی ترساندی جمیله. نترس برفین. جمیله احتیاط شو. مادرم شپا کرده ایستادن. جمیله تو باید اینجا می آمدی؟ سرم درد میکند. من از یه دختر رفته بودم. چی شد؟ گریه کرده ای؟ چشمانت ورم کرده است. تو چی دردی داری و به من نمیگویی؟ نه مادر جان، چه خیلی درد. من برای برفین زیخ شدم. آخر آن آدم 2 زن دارد، کودک دارد. باز حیات برفین رو می سیزاند. میمیرم و به خونه رافین نمیروم. بسم الله. بفرما. خوش آمدید بابا ابراهیم. خوش باشه رافع. با من گوش کن. اگر بعد از 2 روز پول را ندادم برفین را گرفت. ما راضیم، خوب شده است. خب در امان خدا باشی. خب در امان خدا بابا ابراهیم. خدایا توبه. او چی گفت؟ بابا ابراهیم خواهش کردند. من باز 2 روز مهلت دادم. سبب؟ سخنی بابا را رد کرده نتوانستم. نتوانستی؟ کار و بار را پرتافته گپ گوش میکنید. تنی گم شوید از اینجا. گم شوید. فقط مهلت را دراز کرده توانستم. همگی دور دخترم زلال. باید در حال پول یابی. اول از گرد و اطراف چقدر که میتوانی جمع کن. من هم کوشش میکنم دخترم. خدا از شما راضی باشد بابا ابراهیم. خیر. من به نزد خریدار شیر میروم. میلش مادر جان. جمیله رفتیم. چه این طور نگاه میکنی؟ گریه کردی؟
برای تو گریه کردم. دروغ نگوی. مگر من خواهرت نیستم؟ از من پنهان نکن. یا با دکتر گپ‌هایتان گریز. من حامله دارم. چی؟ تو چی ها میگویی جمیله؟ تو میفهمی چی کار کردی؟ تو همه رو شرمنده کردی. تو فکری اویله، فکری پدر و برادرت رو نکردی. خودت رو شرمنده و اونها رو بی ابرو کردی. این خیلی نگوی. چی گویم؟ بسیار کاری خوب کردی گویم. تو رو خواهرم میدانستم. البته خواهرت هستم، اما این مسئله ناموس است. از روی عرف و عادت عاقبتش مرگ است. شما رو غیر خانه‌دار شوی دیگر چاره نیست جمیله. در حال اومده تو رو خواستگاری کنه. خانه‌دار می شود. اما اول از کودک خلاص شدی میگوید. از کودک چه خیلی خلاص می شده ای؟ با فکرم همینجا خیر و خوش میکنیم. دهه ما در این طرف است. آخه ما باید به سمت آن همون کوه روم. همین طور نه؟ به فکر من تا آن کوه نرسیده هوا تاریک می شود. شبانه در کوه گشتن خطرناک است. بهتر است شب را در دهه ما گذران. سحر بر وقت به راه میبرایی. چی گفتی؟ خب مایلشیم شب میمانی شما میشود. بسیار خوب. آدمی با عقل هستی. جمیله، مطمئن هستی که کمکت میکند؟ باوری داری که فریبت نمیدهد؟ باوری دارم. اوزم به گپش نیستد. او انسانی خوب است. کاش همه خیر باشد جمیله. انشالله. کفایه دخترم. خواهش ها بسیار است رئیس. شب می آیند. اگر خواستهایشون را گیرند کارهای تو هم حل می شود دکتر. در این روی خط بسیار داروهای قیمت است رئیس. خدا من اون طرفش را نمیدونم. آنها از این پیش هم قرضدار بودند. چند هفته باز انتظارم. امشب همش را میگیری. تو داروها را بیار. آنها باید حساب را برابر کنند رئیس. تو حتما بیار. اگر نیاری خودت میدانی با تو چی کار میکنن. خودت را در بلا نمان دکتر. فهمیدی؟ این بگو همه وقت در جای هر دفعه نه. دکتر اوه خوش آمدید بابا ابراهیم. مرحمت. برای نشستن آمدم رئیس. زلال برای برگرداندن خونبه ها پول ندارد. از نام او قرض میخواهم. جانم فدای شما. و شما نگفتن نمیتوانم. لیکن باور کنید من هم تندستم. به خدا این همه از من نیست. امانت مانده رفتند.
مرحمت. همه حسابمان تمام شد زلال خانم. تشکر یشر. میدونی مشکلی دارم، قرض میخواهم. با شیر حسابی میکنم. هفته آینده میدهم. هفته آینده دیر میشود. تو از من نرنج. مجبور نمیشدم هیچگاه نمیتونم. بابا ابراهیم اصلا شما از من نرنجید. یک سال شد که پول از شما گرفتم رو برگرداندن نمیتوانم. حالا تنها نیستش را داده میتوانم. خدا از شما راضی باشد. در امان خدا باشد. در امان خدا. خوش باشید. خدایا من چی کار کنم؟ اپا احمد اینجا بیاید اپا. چی شد احمد؟ اونجا نیستید. چرا؟ اونجا بسیار بلند است. اگر افتید نمیرم. من که مردم تو زخم میشوی گریه میکنی؟ ها البته زخم میشوم گریه میکنم. دودرک شیرینم چی شد؟ چرا آمدی؟ پدرم شما را پرسیدم. چرا؟ چی میخواهند؟ به خدا نمیدونم. زود یافته بیار گفتم. چیکار کردی دخترم زلال؟ فقط پول شیر را گرفتم و خلاص. من هم همین قدر پیدا کردم. ها همین خیلی گفتند. اپام را آوردم پدر. لبای پدر نزدیکتر بیا. فردا به خواستگاری تو میآیند جمیله. ما خوشبختی تو را میخواهیم دخترم. برای به این روزها رسیدن شکر کردن لازم. شکر این روز به هر کس میسر نمی شود. همش همین است؟ بله همین. این پول برای دادن قرض نمی رسد. چی کار میکنی؟ 2 روز مهلت داریم دخترم. در این 2 روز از کجا میابیم؟ باز به نزد دکتر میروند. مادر جان این آخرین گاومون است. چه خیلی میفروشیم؟ اما چاره دیگر نداریم دخترم. گاو رو فروختیم، قرض این ماه رو دادیم، قرض ماه آینده رو چه خیلی میدهیم؟ اول قرض این ماه رو دهیم بعد میبینیم دخترم. خدا بزرگ است مدد میرساند. خدایا، 2 روز است که از تو خبری نیست. شکم هم روز است. 2 روز است که تو خبری نیست. 2 روز است که از 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 تو خبری نیست. 2 روز است که
آذر جمیله در این ساعت اینجا چیکار میکنی؟ محو شدیم اوزن بدرون را باز اون کس نبیند. فردا شب به خواستگاری من می آیم. پدرم مرا می دهند. گپ زن چیکار کنیم؟ حامله دار بودنم آشکار می شود. پدری کودکم تو هستی. پدرم هر دومون رو می کشند اوزان. عاقبت هر دومون مرگ است اوزان. یگانه راه نجاتمون گریختن. بیا از این دیه می گریزیم اوزان. تو حق هستی جمیله، میگریزیم. خودی حاضر. هوا که تاریک شد در نزدیک دره سفید مرا انتظار شد. هوا تاریک نشده در اونجا میشوم. سلام علیکم. علیکم سلام. بیا گذر بیا. خوش آمدید. خوش باشید. خوش باشید. خوش آمدید. خوش آمدید. یگان کمبودی نیست محمد؟ نیست آقای زینال. مهمانمان که هستند از کجای؟ تکی طاهر دکتر هستند. دکتر هسته؟ خیلی آفرین. از کجا می آید و با کجا می رود؟ به دهه آبی کلان می رود. به دهه آبی کلان می روی؟ آنجا خیلی دور است. بله. و مهمانمان یک چای بیاره. زمان نکش. این کس خیلی خسته شدند. اجازه دهید ما رویم. نه ممکن نیست. آقای طاهر این بیگاه مهمان من می شود. محمد رو بیانگرد خبر ده که این بیگاه دسترخوان خوب تیار کند. رو در حقیقت مال خوب است بابای ابراهیم، اما عین زمان امکانی خریدن آن را نداریم. ما را ببخشید. سلامت باشید. شما را زحمت دادم. استغفرالله بابا. استغفرالله. کارهای من هوسی بیکار. در این دهه کی پول دارد که گاوی مرا خرد؟ در حال ناامید نشو دخترم زلال. یگان خریدار میابیم. بیا جمیله. من نمیخواهم. چرا اپا جان؟ گرسنه نیستم احمد جان. اشتهای تام. جمیله شمایت پدر. در این تاریکی به کجا می روی؟ مادرم زلال کمی ناتو بودند. به عیادتشان می روم. خب زود برگرد. خوب شد است پدر. آیا یگان مشکلی داری پسرم؟ بخیر است؟ نه خوبم. فقط کمی حیران ماندم آقای زینال. شما رو زحمت دادم. تشکر زیاد. این همه لازم نبود.
خدایا توبه، ما کاری نکرده ایم پسرم ها؟ آیا مهمان همین خیل فکر میکنن؟ انا محمد هم آمد. بیا محمد، بیار. مرحمت اکا. تشکر زیاد. تو چی کار کردی پسرم؟ خطا کردم. پیاله را به زمین گذاشتی؟ گذاشتم بچه. اکنون تو محمد چوپان رو خانه‌دار میکنی؟ بله باید خانه‌دار کنی. یا این که پیاله را از طلا پر میکنی؟ طلا چخل؟ پیاله را تمام نکرده به زمین گذاشتی؟ اکنون این بچه را خانه‌دار میکنی یا این که پیاله را از طلا پر میکنی؟ فهمیدی؟ نترد دکتر، نترد. این در جایهای ما عادت است. همه یک جای محمد را خانه‌دار میکنیم. این هم یک بهانه. محمد خانه‌دار میشود؟ او حالا خیلی جوان است. کودک است تو. چه کودک؟ نوستم نبرآمده است. نگاه کن، یک مرد بوزبله شده است. همسالانش الکی صاحب چند فرزند. یا اینکه تو هم بیزن هستی؟ بله. بیامان، راست میگویی؟ پس بیا تو را هم خانه‌دار میکنیم. گپ بین خودمان، اما وقتی تو کمی گذشته. فردا صبح دم به نزد یشر رو. آیا گاو را میخرد؟ سلامی مرا رسان. حقش رو داده گاوت رو میخرد. خدا از شما راضی باشد بابا ابراهیم. از هم امان دخترم زلال. شب خوش. و شما هم در بابا امان ابراهیم. خدا. آزم آنها با تو حسابی کردن دکتر. حساب برابر شد حساب نکن. این قرض پیشینه است؟ بله پیشینه و باز حکیم شبه. برای همین از این دیگه هیچ رفته نمیتوانست. وقتش همین دیگاه بوده است دکتر. تا یک جای آبادی من هم با شما میروم. السلام علیکم.
در خانه زید شد. یک بچه به خانه رفته چای نوشد. صحبت کنم. نفهمیدم. چرا خیستند؟ خودش چی گپ؟ بدر، تو سببش را بهترش از دخترت جمیله پرس. چی را از دخترم پرسم رئیس؟ اوزم اوزم جمیله اوزم جمیله او جمیله اوزم جمیله دختر کجاست؟ نمیدونم. جمیله 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 نه آرمانده است نه ناموس. ای کاری جمیله کرده رو بینیده ها؟ آیا از جمیله چشمدار بودی؟ میدونی قزبان با دکتر گپ زدنش رو شنیده، پدرش رو در شوخی شرمنده کردن. نه جمیله این کار رو نمی کند. شام بخیر پدر. این چی کاره بود کردی؟ گبزان میگویم گبزان بشکرا میگویم بشکرا. ناموسمان را یک پول کردی رزیل. جمیله کجاست؟ در خانه. ایستا بر ایستا. جمیله این خیل دختر نیست، شاید تهمت باشد. معلوم است که فریب خورده است. او را عذاب نده، بس کن، او را نزن. بلا زند ما را شرمنده و رسوا کرد. خیل با چشم مردم نگاه میکنیم. مردم چی میگوید؟ ناکس. همینو همون آزانی سگ را زنده نمیگذارند. چی شد؟ آسگ بیناموس را یافتی؟ نیافتم پدر.
بگو زیل چه رفته است؟ دیلا گفت که فردا سحر می آید. هیچ چیز نگفتم. فردا این کار را تمام میکنم. خوب، این کار را به تو میسپارم. بابا ابراهیم یاری دیگه نکشن. بابا ابراهیم تنها شما آنها را داشته میتوانید. زود باشد بابا ابراهیم. دیلا کمزلم رو ده. حالا همه اشان جمع شده. همه اشان در آنجاین قرار برآورده. جمیله را میکشن. بیعقلی کردی جمیله. یگانه راه همین است. این رو گیر. خوش آمدید. خوش آمدید بابا ابراهیم. خوش باشید. درد شما درد من است. با خون ریختن کار بود نمی شود. چی مصلحت میدید بابا ابراهیم؟ اول جمیله را از ده برید، بعد یگان چورش رو میابید. لیکن دختر رو نکشید، ناحقی می شود. شما کردان نشوید بابا ابراهیم. این مسئله ما است. ناموسمان دو پل شد. حل کردنش در گردن ما است. خاموش باش. ناحرمتی نکن. گپت رو دانسته زن. ببخشید بابا ابراهیم، جوانی بیعقل است، اما ما را هم فهمید. دختر ناموس خاندان را داغدار کرد. از روی عرف و عادت جزایش معلوم. بله، رشید جوان است و خطا کرد. جمیله هم دختری جوان است و خطا کرد. بیعقلی کرد. بیا این کار را نکن برادر. این یک عادت خطا است. باور کنید خطا است. این ظلم است و در دینمون این جای ندارد. جزای هر یک خطا را تو دادن نمیتوانی برادر. این عادت خطایی که سالهای سال دوام دارد تو ادامه ندید. برای گپ مردم شده فرزندت را حیف نکن. در نزد خداوند حسابش وزنین است. برای یگان کس نیست، تنها برای رضایت خدا این کار را نکن. این عادت در تو خاتمه یابد. بعد یک طرفی پسرم پیش راه دکتر رو نگیر کنین تو بیا. آفرین، من همین خد باید ابانه راه کرد. خداوند پیش راحت را کشاید پسرم. انشالله. تشکر. تو راه سفید پسرم. من این لازم نبود. این همه رو من چطور بخورم؟ میخوری تو آدمی بوبله هستی. زحمت کشیدی. برویم آقای تو. محمد، مهمان را تا نیست راه بردن را فراموش نکنی. تشکر زیاد. این مهمانداریتون رو اصلا فراموش نمیکنم آقای زینال. راحت سفید در امانی خدا باشید. سلامت باشید. تشکر. باز بیاید. راحت سفید در امان خدا باشید. ما انتظاری شما حتما بیاید. حتما شما رو باز بیاید. ما رو فراموش نکنه.
ساختار چی میلرزی؟ نترس بسیار آسان است انگوش را زیر کردی تمام فهمیدی چرا گریه میکنی؟ یا اینکه او را نمیکشی با او رحم نکن او با ما رحم نکرد شرفمون رو داغدار کرد اکنون جزایش را میبیند مادام که جمیله زنده است در اینجا ما سر ما رو برداشته نمیتوانیم این را نه از دان احمد تو بچه جسوری نترس زیر کن گفتم درا گریخته است جمیله گریخته است پدر هوشیار باش از اینجا به یگان جا نرم اگر ما رو در اینجا یابند چی؟ خواطر نشو تو رو در اینجا کسی نمییابد نترس تو پدرت را راضی کردنی بابا ابراهیم تو در اینجا میمونی احمد برادرها را خبر ده در چایخانه جمع شوند خوب شده سکر همه کنجو کناری ده را کابه فهمیدی؟ از خانه زلال سر کنید مادر جان اگر خسته باشید نروید من خودم میروم نه دخترم تو در خانه ایست من میروم این کار را حل کردن لازم از خانه نبرو که به حقدارها باوری نیست غم بالای غم آمد رشید سلاح گرفته آمد مادر دیدم چه گپ است رشید؟ جمیله گریخته است مادر چه نشسته مرگش را انتظار میشد همینطور؟ برفین آنها خواهرانند البته جمیله را پشتیبانی میکنند برای جمیله آمده باشی او نیست اگر به من باور نکنی در آمده بین باور میکنم مادر دیگزار گفته شما شود دخترم از خانه نبرا من زود میآیم خوب شده مال خوب بوده بابا ابراهیم یشر بهایش رو میدوند گفت تو چیزی گویی قبول میکنی بهایش رو میدونم او بگین در عین زمان امکانی خریدن آن را ندارم التماس برادر باور کنید پول ندارم
با بابا ابراهیم سلام رسانید. ملال نشود. میرسانم. چرا ایستاده اید؟ کمی از پس کارتان شوید. خواست شما شد. نفرختم، نگرفت. هر دو دخترم را میبرند. خداوندا یاری ده، یک دری برای ما باز کن. ببخشید. گوش میکنم. من باید به دهه آبی کلان روم. بعد فکرم برگم زدم. نینی رگم نزده ای. به این طرف گرد. ده در آنجاست. بخیر است؟ چی رو می جویی؟ یک برادر دارم. با عیادتش می روم. تشکر زیاد با شما خاله جان. با آن دختری بیناموس در این ده جای نیست. پیش از جمیله دختر را باید یابیم. جزای آن بیناموس را میدهیم. چرا ایستاده اید؟ با من بیایید. حتما باید جزای میابیم. ما را بدنام کرد. همون را بدنام کرد. آیا با ده رسیدیم؟ بونگای تیبی در کدام طرف است؟ در این طرف. تشکر زیاد. جزا دادن در کار. برو میابیم. آبرون برای دختری بیناموس. زنه. برا گفتم. برا. بیناموس. بیناموس. نامرد. شکنه. برا. برا دکتر. برا. میستر. نامرد. برا شکن. Ali ti benomus. بیمارخانه را دیدن لازم. بله با آنجا میرویم. اما جرو میکوبیم. باز دستمون نمیگریزم. یک قسمت آن ده را کوبید. قسم دیگر تا نقطه تیبی را. رفتیم میابیم. Tamam هم پارتوه؟ ما دور. یک کس میوید. گریزید. گرفتیم. گریزید بچه ها. گریزید. این آدم بگونه است. نگریزید بچه ها. بچه ها بونگوی تیبی در کجاست؟ در آخری را بچه گردید. بود و دست نفتید. برا ببرون نامرد. برا کش خطت کار. آبرون برا بیناموس. دنه.
خود رو میاده وقتی که زمین مشاهده میاره از وقتی من برای چیزایی نمیکنید نمیدانی که سالا طاقت دار زنه تو در همین جایی و برو تو کاردار نشو یک طرف ایستا چی کار میکنه دکتر همه جا رو تگرو کنه زود باشه شما همه جا رو خوردید آخرین بیمارخانه است ایستید شبهای خوب دست بچه ها این را دل دور نرفته است یک باخشه رو هم دیدیم ایوا با دست افتادیم بچه ها گریخته آها مگرزه زودتر ایستا نبیره دیده ایستا نبیره دیده بس کنید التماس بس کنید در اینجا چه بخیر از برای خدا بس کنید آخیر چند بار گفتم به شما من نمیدونم و کجا رفتنش رو به من گپ نمیزند تو کشتی؟ وای من دوست دکتر روزن هستم یعنی برادریان بیناموس هستی ها؟ او در کجاست؟ در کجا بودنش رو نمیدونم من از استانبول میام دروغ نگو آرام اگر برادریان دشمنی بیناموس باشید پس در کجا بودنش رو میدانی؟ آفای دیلو زودتر بیاین پسری اما که حامد رو پروندن با کجایش؟ با فکرم بسینش خدایا این جنجالتون رو ماندو اول با کودک یاری دهید شاید به شهر بردن لازم باید به شهر بردن ناممکن است کاری تو چی؟ تو خودت کی هستی؟ من دکتر اینقدر یک روی نکن برادر بیا از این کار روی گردان بازیست بدر دردی دخترم برفین به من بس است باز غمی جمیله به من نمی رسید دخترت را ببخش وضعیت چه خیل است رشید؟ دکتر نیست پدر گریخته رفته است چی؟ یعنی جمیله با او رفته است دکتر را جستجو نمودند تصادفاً پسر حامد را پروندند واه و کودک یگون چی شده است؟ نمیدانم خبر ندارم آقای بدر چشمانت را گشا اولین خون ریخته شد باز دوام میدهی بدر یگانه کسی که خونریزی را بس بکند این توی دیر نشده است عقلت را کار فرما حیات دخترت را نسوزان علی چی شد پسرم؟ پسرم علی چی شد علی چی شد پسرم علی کی پران پسرم چشمت را کشو کی پران در پس کوتاه بود دکتر گفتی تو من تو را میکشم اگر با پسرم یادگار شود این دلم میمونم ایستید جنجال نکنید مثل کودکان علی را فکر کن حامد پسرم جانم پسرم خدایا پسرم ای باز تو که هستی شب از بابای پسرم دیلو چی خیلی است خون رفته شده است خون را من کردن لازم پسرکم نجات میدهیم تو رو دیلو یگان کار کن من چکار کردم میتوانم دکتر نیستم من دکتر دکتری تو از کجا پیدا شدی این کس دوست دکتر اوزن میباشد یگان روی مالی تو زده روی مال انا رومول شگیر انا مثل دارید کودک رو جراحی کردن لازم در حال به شهر میبریم
تو به شهر رسانیدن نمیتوانیم. اگر در حال جراحی نکنیم میمیرد. تیاری بینید، اسب‌ها را بیارید، زود باشید، زود. چی نشنیدید؟ اما که حمید جراحی کردن لازم، شهر بسیار دور است. دور هم باشد ما علی را میبریم. شهر خیلی دراز است، از خون روی زود میمیرد. من پسرم را میبرم، من علی هم را میبرم. شنیدی دکتر چی گفت؟ پسرت در را میمیرد. چی نبرم و در همینجا بمیرد. جراحی را من میکنم. با تو چی خیل باور کنم؟ آیا یگان چاره دیگر داری حمید؟ کنی کمک کنید بردارید و بونگاه تیبی بردن لازم. آیسته بردارید زودتر. را کشوید. احتیاط کنید. دکتر، اگر با پسرم یگان چی شود تو را زنده نمیمانم. کمی دیگر نغمه کنید، کودک را از دست میدهید. دکتر، تو او را نجات دادن میخواهی، اما اگر کودک بمیرد اونها تو را از اینجا زنده بر آمدن نمیتوانند. چیکار کردید مادر جان؟ وضعیت جمیله بد است. گفت رو هم فروخته نتوانستیم. گریه نکن دخترم، دیگر چاره نداریم. خیز برای جمیله خوراک تیار کن، آب هم گیر. برفین هوشیار باش کسی نبیند. خوب شده است مادر جان. التماس چیزهای لازمه را تیار کنید. اگر شفای یافتن پسرتان را خواهید لطفاً به بیرون برآیید. آقای دکتر راست میگویند. کنی برآیید همه از اینجا. زودتر. دکتر، اگر به پسرم یگان چیز شود. فقط همین رو یافته توانستم. آقای دکتر. توزه کردید؟ بله. در این خیلی شرایط جراحی ناممکن است. چاره دیگر نداریم. آقای دکتر، اگر کودک میرد؟ میدانم، من هم میمیرم. نبض می شود. این رو گیرید. بیمار را از دست می دهیم. خدایا کمک کن. خدایا مدد کن. خدایا کمک کن. خدایا کمک کن. آقای دکتر. بله. در این خیلی شرایط جراحی رو به ذمه نگیرید. روی دیگر نیست. توکل میکنیم.
پینهان نشوید در خیر رسید. شما را دیدم. چرا از پسم اومدید؟ جمیله در کجاست؟ گمان کردید که شما را به نزد جمیله میبرم؟ پنهان شده از پسم اومدید. شرم نمیدارید؟ جمیله را در کجا پنهان کردی؟ گپ زن. نیست جمیله. برفین ایستا. نرو، جمیله را در کجا پنهان کردی؟ جمیله را پنهان کردند، اما در کجا نفهمیدم. یعنی همراه دختر نرفته است. زلال او را در کوه پنهان کرده است. حاضر میفهمیم. تا خود بیا. با دقت باش. کودکی بیچاره حیف شد. آروم شد. بیچاره کودک. بیچاره. رکم بابا جوشی بابا. بیچاره کودک. تمام بس کنید و خوب میشود. گریه نکنید. صحت میشود. رکم چی بابا. تشکر دخترم. جمیله را در کجا پنهان کردی زلال؟ تا نبخشید به شما نمیگویم. تو به این کاردار نشو. کاردار نشوم؟ وقتی که زنت بیمار بود به جمیله کی شیر داد؟ رشید را کی کلون کرد؟ زنت سالهای دراز بیمار بود. آیا یک روز کودکانت را گرسنه گذاشتند؟ هر روز خانه‌ات را تازه نمی کردم. آیا بعد مردن زنت به کودکانت مادری نکردم؟ آن وقت به من کاردار نشو نمیگوید. این خلقت نزن زیلا. اگر جمیله را نبخشید فهمیده گیرید حقم را به شما حلال نمی کنم. اگر برای جمیله شرمنده شده باشید از زیه برآمده روید. جمیله دختری جوان و بیعقل. معلوم که دکتر فریبش داده است، اما با خون از میشستن گدارا نکن بدر. دخترم زلال راست میگوید. اگر بسیار شرم داره دیه را ترک کنید، در یگان جای دیگر برای خود حیات نو سازید. این از درد فرزند وزین‌تر نیست. بدر چه خیلی باشد نباشد او دختری تو است.
با من ده وا چه خیلی ماشینچه زیبا این رو کی ساخت؟ پدرم ساخته دادم بچه ها بیا بازی کنی؟ نه من خودم بازی میکنم چرخوش اینقدر زیبا؟ رفته ایسته و کدومه روه؟ آقای دکتر تپش دل من شد حالا هم نبرآمده است به این آدم باور کردن خطا بود حامد. خدا نکند که این خیلی نگوید که خدا نگاه دارد. شاید علی مرده باشد، از خبر دادن میترسد. خب زلال، جمیله رو بیار. فردا سحر دیه را ترک می. ناموسمان چی می شود؟ به جمیله یگان کس زیانی نمی رسوند. به نام خدا قسم یاد کن بدر. به یگان تار موی جمیله آسیبی نمی رسد. به نام خدا قسم می خورم بابا ابراهیم. جمیله نترس. جمیله این مویم. رفتیم دخترم، به خانه می رویم. اونها مرا میکشن. نمیکشن. بابا ابراهیم پدرت رو قسم دادن به یک موی سرت ضرر نمیرسد. بیا دخترم. جمیله چی شد؟ تو رو بخشیدن، با چی میخواهی؟ شهر میدارم. بدیر بر اومده نمیتوانم. چه خیلی به چشم همسایه ها نگاه میکنم. چه خیلی نمیتوانم. باید رویم دخترم، ما را انتظارم. آنها تو را بخشیدند. گریه نکن. گریه نکن. دختری بدبختم. آروم باشید، همش خوب است. پسرم خیلی از دکتر خطر پسی سر شد. نجوجه تشکر دکتر. حالتش خیلی شکر خداوند. کودک زنده میماند. اول کودک را بینیم، بعد با تو گپ میزنیم. مایلش بینید. لیکن بیمار رو از اینجا برید. اینجا شرایط خیلی بد است. آیشا میدونی اکای جمیله چکر کرده؟ نه همراه بازی میکنه؟ نه دیگه تو رو نمیخواهیم. رفت از اینجا. توی اون بارا نزدی ما نبیو. فهمیدی؟ شنیدید؟ میگویند که جمیله با دکتر گریخته است. چی؟ ای تو کوری خودت بکن. همه رو شرمنده کرد. آبروی ده همان رو رزوند. چه دختری به حیا بوده است؟ ناموسمان را یک بار کردی رزیل. انگوش را دو کردی تمام. میگویند که جمیله با دکتر گریخته است. ناموسمان را یک بار کردی رزیل. انگوش را دو کردی تمام. میگویند که جمیله با دکتر گریخته است.
اویستا احتیاط کنید یک طرف ایسته خدا را شکر خانه میبرید راه را کشاید هم بمیسی دیگران باش خاموش همتان خاموش تا صحت شدنی علی دکتر در همین جا میماند همین طور نه دکتر همه را بیدید اینجا همه خانه به خانه شوید اولین بار جراحی را دیدم باز در یک شرایط خیلی بد معلوم است که دکتری خوب هستی تشکر تو به نزد علی رو او رو نغزکک خوابون یگان خواهش دارید؟ شب رو در کجا روز کنم؟ آقای دکتر را به همون خانه بر خوب شده است حاضر چیزهایم رو گرفته آورم برفین کمی تو به خانه رو خوب شده است سلیمه اینجا بیا دیدی جمیله اومد نه ندیدم چی آمد است بله اومد همه رو شرمنده کرد به حیا با کدام رو به اینجا برگشته است گوش کن تو چند ساله هستی؟ 11 صنف چند میخونی؟ در دهه معلم نیست ایست یک صبر کن تو در این دهه چی کار کردی اوزن؟ کیستی با بیرون برو کیستی با بیرون برو کیست در اینجا بیا دخترم
نترس جانم. اپا سیلو پایان کن پسرم. مادر جان، مادر پیراهن تقدیر. فیلم سال 2011 در مدت پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانده شد.